درود ستونه گنگ دوشالی، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. ستونه شاید الان براتون سوال بشه که داشالی چرا صدات اینجوری شده؟ ستونه دوستان، ناناسا، عشقا، داشالیتون سرما خورده و صداش گرفته و خیلی هم این سرما خوردگی سوس و شیر بدندر 2000 تا درد بیدرمون داره که امیدوارم شما سرما نخورید و همیشه سلامت باشید. آره خلاصه یالان دنیا و سیسونو بریم برای خبر مهمی که قرار امروز بهتون بگم و خیلی خوشحال بشید. سیسونو بعد از 2 سال داشالیتون تصمیم گرفت کلن TDR6 رو باز بزنه و شما رو بیاره داخل کلن خودش. شرایط عضو شدن داخل کلن TDR6 به این شکله که شما باید سنتون بالای 15 سال و سطح پلیتون داخل بتل یا مولتی رو به من حتما بگید. حتما هم داخل چنل تلگراممون جوین شید که اونجا به من پیام بدید یا اون تکس بدید. واو ما چقدر با کلاس. و این هم شرایط عضو شدن داخل کلن TDR6. فعلا 6 تا ممبر داریم و سریعا جوین شید ستونا. حتما هم داخل چنل تلگرام اعلام حضور کنید تا پر نشده کلن و فکر کنم ایشالله تا 5-6 روز آینده یا 1 هفته آینده کلن به 35 یا 40-50-60 نفر برسه ستونا. پس سریع اعلام حضور کنید. و اینکه ستونه یه چیز خیلی مهم اومد تو ذهنم که بذارید بیانش کنم. ستونه کسانی که 2 انگشته پلی میدن، 3 انگشته پلی میدن، 4 انگشته، 5 انگشته، 6 انگشته، 7 انگشته یا غیره، حتما بهم بگن. سنس و اینو هرچی خواستید واسهتون میفرستم که بتونید خیلی خفن مومنت های زیگزاگی و اصلا اسکوت باید اسکوت مولانه‌ای باشه. ایشالله لیدربورد هم قراره بریم. نه این سیزن بعدی فکر کنم که دیوایس جدیدم قراره بگیرم و آره دیگه ستونا ایشالله اولی لیدربورد میبینید کلن TDR6 و به وای ستونا حتی فکر کردم و تصور کردن شمالی اصلا با آدم یه روحیه خیلی ناناسی میده. ستونایی هم که زیر 15 سالن اصلا نگران نباشن. ستونا شما یه دلیل قانع کننده برام بیارید، شما رو هم میارم. و اینکه آره دیگه خلاصه دیگه از ویدیو لذت ببرید و این سولو اسکوادای ناناس رو یاد بگیرید. ببینید یک پلیر 2 انگشته چطوری سولو اسکواد میکنه. برید فعلا نگاه کنید. مات به کلاتون فعلا ستونا.